خب ما میتونیم از چاینک، دیگ بخار و آشگاز برای تمرین در خانه استفاده کنیم. از ابتدایی ترین وسایل خانه‌تان باید استفاده کنین. دیگ بخار، آشگاز، چای جوش و یا هر چیز دیگه‌ای که در خانه‌تان پیدا میشه. بله، همین رقم منظم، همین رقم. واو، یعنی شما حتی باورم کرده نمیتونین که چقدر حس خوب داره وقتی که در خانه به دل خود با هر چیزی که دوست داری خودت تمرین کنی بدون از اینکه کسی برات بگویه که این رقم کو یا این رقم کو. اوه بله بله، همین رقم منظم. آفرین. یعنی باورم نخواد کنین که چقدر کیف میکنه یه رکات. بله. و وسایل خانه که وزن بسیار کم داره و شما به بسیار راحتی میتونین که از اونا استفاده کنین. هیچ خطر اون وجود نداره به شرطی که شما او را درست خوب محکم قایم بگیرین. نگفته نمونه که بین دیگ یا چای جوش که شما استفاده میکنین نباید پر باشه، باید بینش خالی باشه. و وقتی که در بین چای جوش شما او پر میکنین او جوش نباشه، باید او سرد پر کنین. البته دوستای عزیز، به جای چای جوش شما میتونین از هر چیز دیگه استفاده کنین، مثلا بوتل آب معدنی. نباید زود احساس خستگی کنین، باید به طور منظم با بسیار حوصله‌مندی این حرکات انجام بدین. آشگاز میتونه که بهترین وسیله ورزشی برای شما باشه. و یا هم بازیچه اطفال. و حتی میتونین که از نیمیتان هم برای بعض حرکات استفاده کنین. خلاصه هر چی که در چهار اطراف شما بود که به درد ورزش شما میخورد از او دریغ نکنین، ورزش کنین.